درباره معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ایمان به آنها. صالح بن صالح همدانی میگوید: یک مرد خراسانی را دیدم که از شعبی چنین میپرسد: ای ابو عمرو، اهل خراسان طرف ما درباره مردی که کنیزش را آزاد کند و با وی ازدواج نماید میگویند وی مانند کس است که بر شتر شکرانه‌اش، یعنی شتری که به عنوان شکرانه حج در مکه ذبح میگردد، سوار می شود و این کار جایز نیست. شعبی گفت: ابو برده بن ابو موسی به روایت از پدرش به من گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین ارشاد فرمود که 3 شخص را 2 بار اجر و پاداش می دهند. اول، شخص از اهل کتاب که به پیامبر خود ایمان بیاورد و زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دریابد و به آن حضرت صلی الله علیه و سلم نیز ایمان بیاورد و از او پیروی کند و او را تصدیق نماید. چنین شخص از 2 اجر و پاداش برخوردار خواهد بود. دوم، برده‌ای که حق الله و حق سیدش را بجا آورد 2 اجر دارد. سوم، شخصی که کنیزش را غذای خوب بدهد و او را خوب تربیت نماید، سپس آزادش کند و با وی ازدواج نماید، این شخص نیز 2 اجر خواهد داشت. سپس شعبی به آن مرد خراسانی گفت: این حدیث را مجانی بیاموز. مردم برای کمتر از این به مدینه سفر می کردند. صحیح المسلم، کتاب ایمان، باب 9.